سلام بچه‌ها. امروز میخوایم آلمیچه رو دینامش رو عوض کنیم. بیایم ویدیو رو با هم ببینیم. بریم سراغش. خب بچه‌ها این پایه ها شکسته بود. این میندازم دور. بچه‌ها جریان کشی بابا کتابی کردم، اصلا نه جریانی میده نه کاری میکنه. نگاه کنین نه کاری چیزی میده. بریم عوضش کنیم. بچه ها ما دینام آوردیم بیرون. این دینام خرابمونه، میخوایم تعویضش کنیم. من چند مدل دینام دارم که نمیدونم کدومو بندازم. 3 مدل دارم، یکی 1000، یکی 2000، یکی 3000. به نظر تو کدوم بندازم؟ 3000 قوی ترین. میخوای 3000 رو براتون بندازم. 3000 بالتر. بچه ها من دینام 3000 رو داخل این گذاشتم. بریم حالا قابشو ببندیم. حالا قابشو بستم. حالا بریم سراغ تست. بچه ها با شمارش من 3 2 1 اوه صدا رو داشته باش. آلمیچه کج میشه انقدر قدرتش زیاده. بچه ها ممنونم این فیلم رو تماشا کردین. لطفا لایک و سابسکرایب رو فعال کنید. ممنون میشم. خدا نگهدار.